صبحتون بخیر و پرفیض باشد کاربران گرامی آزادی ویدیو. امیدوارم در هر کجایی که هستید خوب و سلامتید و البته همراه با رادیو آزادی که پیوسته تلاش میکند شما را در جریان خبرهای تازه بگذارد. امروز 14 می و ساعت به وقت پراگ رسو هفت است. من شعله گلخوجه چون همیشه آماده هستم که برای شما در چند دقیقه دیگر نوگانی ها را بگویم. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان دیروز گفت که در 2 هفته اخیر در کشور 801 نفر با کرونا ویروس گرفتار شدند، 23 نفر از این بیماری جان باختند. در حالی که در شبکه‌های اجتماعی چندی از ساکنان از درگذشت نزدیکان خود از کووید 19 خبر دادند. وزارت میگوید در شبانه روز اخیر هیچ کس از این بیماری نفهمید. در فهرست غیر رسمی قربانیان کووید 19 در شبانه روز گذشته با کمیش نام 10 نفر وارد کرده شده است. در عموم در این رویخد نام 170 نفر را گرد آوردند. فرق بین امور رسمی و امور به اصطلاح مردمی در تاجیکستان خیلی زیاد است و بسیاری ها به این دلیل رقم های اعلان شده از طرف وزارت تندرستی را زیر شبهه میگذارند. مقامات میگویند تا 13 می در شفاخانه های سراسر کشور بیش از 4100 نفر زیر نظارت پزشکان هستند و در شبانه روز اخیر 547 نفر از مؤسسه های تندرستی به خانه هایشان جواب داده شدند. ولی دقیق نمیگویند که این افراد با شبهه کرونا ویروس بستری‌اند، التهاب شش و یا بیماری دیگر. در همین حال برخی از گرفتاران بیماری کووید 19 در تاجیکستان میگویند بستری کردن مریضان در شفاخانه ها تا رفت داغ می شود. با گفته آنها مؤسسه های بهداشتی با سبب ناکافی بودن جای و گسترش کرونا ویروس تنها بیماران وضعشان میانه سنگین و سنگین را قبول میکنند. مسئولان ساحه طب در تاجیکستان پنهان نمیکنند که افزایش بیماری آنها را وادار میسازد در قبول بیماران برتری را به افراد حالتشان سنگین بدهند. حادثه های زیادی رد شدن قبول بیماران در بیمارخانه ها نگرانی ها را در زمینه بدتر شدن وضعیت مریضان در خانه و یا احتمال وجود فساد و معامله های غیر قانونی در امر دسترسی به بستری بیماری ایجاد کرده است. امیر حمودین کمالزاده معاون وزیر تندرستی تاجیکستان میگوید همه بیمارستان های کشور به قبول مریضان آماده هستند، ولی با گفتش تنها در صورت اشکار شدن نشانه های روشن بیماری شخص در بیمارستان بستری کرده می شود. متخصصان سازمان جهانی تندرستی بعد 12 روز آشنایی با شرایط بهداشتی تاجیکستان گفتند که وضع در این کشور هنوز از مرحله بحرانی نگذشته است و چاره‌های پیشگیری از پنشوی کرونا ویروس باید دوام 12 18 هفته یا 3 یا 4 ماه دیگر عملی شوند. این در حالی است که حکومت تاجیکستان برای جاری نکردن کرانتین و معیارهای فاصله گیری اجتماعی انتقاد می شود. حکومت گفته است چنین معیارها بر ضرر اقتصاد است. ضمناً مقامات تاجیکستان از متخصصان سازمان جهانی تندرستی خواستند که راه امن ولی با رعایت طلبات مسلمانی دفن هلاک شدگان از بیماری کووید 19 را پیشنهاد کنند. از آخر ماه مارس به این طرف مقامات جسد افرادی را که به گفته آنها از بیماری التهاب شش و یا کرونا ویروس فهمیدند به نزدیکانشان نمیدهند و شتاب کرونا به رعایت بسیاری از ارکان اسلامی و یا مراسم وداع دفن میکنند. سلیمان دولتزاده رئیس کمیته دین و تنظیم جشن و مراسم ملی تاجیکستان در ملاقات با هیئت سازمان جهانی تندرستی گفته است خوب میشد در جریان شستن میت و دفن آن به قدر امکان طلبات فرهنگی و مذهبی به اعتبار گرفته شود. دولتزاده در ادامه به این نکته اشاره کرده است که تعدادی از بیماران کووید 19 در خانه طبابت میگیرند و احتمال فوت آنها نیز وجود دارد و در این صورت ترتیب دفنشان چه طور باید باشد. پاتریک اوکون رهبر هیئت سازمان جهانی تندرستی گفته است روزهای نزدیک در یک گزارش توصیه‌های خود را وابسته به این مسئله بیان خواهد کرد. بینندگان عزیز، در چند روز اخیر ما از شما بسیار نوارهای میگیریم در مورد دفن گذشتگان در این چند روز اخیر از بیماری کووید 19 و ما در دوام روز به این موضوع خواهیم برگشت و اگر برنامه ما را امروز تماشا کنید در این باره یک گزارش هم مفصل خواهیم داشت.
دیروز بیبی خانم درویش‌زاده سخنگوی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان از مقامش برکنار کرده شد. این تغییرات بعد یک هفته آمدن جمالدین عبدالله‌زاده به منصب وزیر تندرستی صورت گرفت. درویش‌زاده به حیث خبرنگار در نشریه‌های دوری تاجیکستان کار کرده یک مدت سخنگوی خدمات نظارت دولتی فعالیت فارماسیفتی هم بود. یک کارمند دفتر مطبوعاتی وزارت تندرستی به رادیو زاده گفت که حالا امامعلی میرزویف سخنگوی نوی وزارت تعیین شده است. میرزویف تا این وقت سرداری شعبه اطلاعات و رابطه بیمارستان استقلال شهری دوشنبه بود. جمالدین عبدالله‌زاده هم تا تعیین شدن به مقام وزیر تندرستی راهبری همین بیمارستان را به عهده داشت. خبرنگاران وزارت تندرستی را برای سری وقت پیشنهاد نکردن اطلاع و ندادن جزئیات امور گرفتاران و قربانیان بیماری کووید 19 تنقید میکنند. و نگفته نماند بینندگان عزیز، قسمتی از شما بگید که چرا وقتی بیماران زیاد از بیماری کرونا ویروس میففتند با گفته شما ما امور را کمتر نشون میدیم. باید بگم که رادیو آزادی تنها تکیه به امور رسمی میکند و هر اموری رو که حکومت تاجیکستان در رابطه با این بیماری دسترسی عموم میگرداند ما همین امور رو برای شما میگوییم. صدها مهاجر ازبکستان که میخواهند به وطن برگردند از 11 می در مرز روسیه با قزاقستان جمع شدند. آنها از مقامات نورسلطان و توشکند تشکیل روی ترانزیتی توسط قزاقستان و ازبکستان را درخواست کردند. ولی مقامات قزاقستان میگویند تا بهبود وضع اپیدمیولوژی در کشورهای همسایه مرزهای خود را باز نخواهند کرد. این گروه مهاجران ازبک در گذرگاه مرزی مشتک و ولایت اورنبورگ روسیه با قزاقستان درماندند. آنها میگویند با امید باز شدن مرز قزاقستان 11 می عازم ازبکستان شدند. مقامات قزاقستان 7 می راضی شدند که برای برگشتن بیش از 500 قرقیزستانی به وطن راه ترانزیتی را تشکیل کنند. مهاجران قرقیز توسط اتوبوس‌های مخصوص و در همراهی با کارمندان طبی اجازه عبور را دریافت کردند. ضمن طول چند روز اخیر باز ما از شما مهاجران عزیز سوال‌های دریافت می‌کنیم که میگید می‌خواهید توسط ماشین از روسیه به تاجیکستان بیاید و گویا شنیدید که مرزها باز شدند. طوری می‌بینید مرزها بسته است و به هیچ وجه خود را سرگردان نکنید و به هر گونه آوازه ها درباره اجازه گذشتن ماشین ها از مرز باور نکنید. همین گونه برخی از شما گفتید که بعضی شرکت ها برای اول ماه ایون به تاجیکستان بلیط هواپیما میفروشند. دوستان عزیز، تا آن دمی که رسما اعلان نشود که به پروازهای هواپیما اجازت هست این گونه بلیط ها را نخرید. در نتیجه هم از آخرین پول خود محروم میشوید و هم عصبهایتان را خراب میکنید. باور داشته باشید همان ساعتی که معلوم شود مرزها باز میشوند ما نخستین شده برایتان خبر خواهیم داد. اما متاسفانه حالا در این مورد یگان پیشروی نیست. این جواب به سوالهای به آخر شما درباره کی گشودن مرزها است. عزت امان نهمی شناخته مهاجران تاجیک در روسیه روزی گذشته بعد 2 هفته تبابت از بیمارستان جواب شده است. در این باره خود او با نشر ویدیوها در فیسبوک و یوتیوب خبر داد. عزت امان میگوید معرکه کمک ها به مهاجران تاجیک را از نو راه اندازی خواهد کرد. به قول این حامی حقوق مهاجران متاسفانه بحران کرونا ویروس مهاجران تاجیک را در روسیه در یک وضع سختی قرار داده است و هزاران نفر آنها به دلیل بی‌جای کار و بی پول ماندن از سرپناه هم محروم شده و ده ها مهاجر تاجیک از جمله زنان و کودکان بنا به اطلاع او شب رو در جنگل ها روز میکنند. عزت امان میگوید باید دستی به دست شده کاری کنیم که مردم را از این ورطه هلاکت بیرون بکشیم و به هر صورت با آنی که چند روز اخیر بعضی از ساختمان ها کارشان را آغاز کردند امیدوار میشویم که مهاجران ما تعدادشان بازم به کار برگشتند و میتوانند پول دریافت کرده و روزگارشان را پیش برند. منصبدار بلندپایه سازمان جهانی تندرستی میگوید به احتمال زیاد خطر کرونا ویروس نو هیچگاه از بین نخواهد رفت و مثل ویروس HIV که سببگار بیماری اسپید می شود باقی میماند. مایکل رایان رئیس بخش حالتهای اضطراری سازمان جهانی تندرستی روز 13 می در یک نشست آنلاین گفت چندین بیماری های موجودند که آنها صرف نظر از موجودیت واکسن برطرف نشدند. هشدار این منصبدار زمانی نشر شده است که کشورهای اتحادیه اروپا میخواهند مرزهای داخلی را باز نموده محدودیت رو سبکتر کنند. طبق اموری که روز چهارشنبه نشر شد در سراسر عالم بیش از 4.3 میلیون نفر گرفتار کرونا ویروس شده، تخمینا 300,000 نفر از بیماری کووید 19 جان دادند.
دادگاه عالی قرقیزستان روز 13 می شکایت حامی حقوق زندانی عظیم جان اسکرف را بررسی کرد. هیئت منصفه دادگاهی حکم حبس ابدی اسکرف را به تغییر باقی گذاشت. عظیم جان اسکرف بعد حادثه های ماه ایونی سال 2010 با گمان تشکیل بی‌ترتیبی ها در جنوب قرقیزستان و شرکت در کشتار کارمند ملیسا بازداشت گردید. با قراری تمام زینه های دادگاهی وی به حبس عمر بعد محکوم شده است. ماه اپریل سال 2016 کمیته حقوق انسانی سازمان ملل متحد از مقامات قرقیزستان دعوت کرد که پرونده اسکرف را بازبینی کنند. و بینندگان عزیز، اگر شما خبر، عکس و یا نوار نادری دارید که میخواهید از آن توسط رادیو آزادی دیگران هم آگاه شوند، پس نوار خود را توسط وایبر و یا واتساپ به ما بفرستید با رقم پلوس 420 724 056 681 و بار دیگر یادآور میشم از اون که این تلفن نه برای زنگ تلفنی بلکه برای گرفتن عکس و ویدیو است. اگر نوار فرستاده شما قابل استفاده باشد، ما حتما خودمون با شما تماس میگیریم و تفصیلات رو خواهیم پرسید. و ضمناً با سپاس از یکایک شما که تا این روز نوارهای زیادی خود را از جریان حادثه های مختلف چی در تاجیکستان و چی در بیرون از آن میفرستید و ما از همکاری شما سپاسگزاریم و امیدواری بازم همکاری بیشتر از این هستیم. حکومت ایران به تاجیکستان برای مقابله با کرونا ویروس نو کمک بشردوستانه فرستاد. این یاری که از محلول بهداشتی و وسایل دیگر طبی عبارت است. شام 12 می با هواپیمای شرکت ایرانی وریش ایر به دوشنبه رسید. جمیله حسین و سخنگوی فرودگاه بین‌المللی دوشنبه 13 می به رادیو آزادی گفت هواپیما دوباره به شهر مشهد ایران برگشت. به قول او در هواپیمای شرکت وریش ایر تعدادی از شهروندان ایران که در تاجیکستان کار و زندگی میکنند و برای تجلیل نوروز به وطن خود رفته بودند نیز آمدند. این شهروندان ایرانی معمولا در شرکت‌های ساختمانی در محل بنیاد نیروگاه روغن کار میکنند. یک جا با آنها تعدادی از اعضای خانواده‌های دیپلمات‌های تاجیک مقیم ایران نیز به وطن برگشتند. هواپیمای شرکت ایرانی در روی بازگشت از دوشنبه حدود 130 شهروند ایران را که مهلت فعالیتشان در تاجیکستان به پایان رسیده است به مشهد برد. پرواز هواپیما به تاجیکستان از 19 مارس امسال طور شما میدانید بنابر خطر پاندمی کرونا ویروس قطع گردید. از اون وقت تا امروز تنها چند پرواز چارتری یا غیر نقشه‌ای با اجازت مقامات صورت گرفته است. یاری‌های ایران به تاجیکستان برای مقابله با بیماری همگیر کووید 19 در حال رسید که هفته گذشته رهبران دو کشور تلفنی صحبت داشتند. جانب ایران اظهار آمادگی کرد که در صورت ضرورت متخصصان آزموده‌اش را به دوشنبه می‌فرستد. ایران ماه‌ها باز با بیماری همگیر دست به گریبان است و طور آگاهی دارد تاجیکستان و ایران از سال 2015 به این طرف به دلایل سیاسی و اقتصادی مناسبت چندان خوب نداشتند. و چون همیشه در پایان صحبت برای شما بینندگان عزیز از قرب اسعار خارجی میگویم که از طرف بانک ملی این گونه تعیین شده است. $1 10 سومانی و 26 درم است. 1 یورو 11 سومانی و 17 درم ارزش دارد. امروز قرب 1000 روبل روسی 139 سومانی و 40 درم تعیین کرده است که نسبت دیروز 1 سومانی و 40 درم بیشتر می باشد. این چند خبری تازه بود که من برای شما خواستم در این صبح بر وقت برسانم و خبر از این بیشتر و البته در دوام روز برای شما خواهم گفت در پخش مستقیم. امیدوارم ما را چون همیشه همراه خواهید کرد. گزارش‌های روز نیز در پیش هستند. سپاس میگویم از یکایک شما. برای شما روزی با برار میخوام و البته پیش از همه تنی صحت داشته باشید و خاطری جمع.